آقای مردو به برنامه ما خوش آمدید. به نظر شما واکنش آیت الله علی خامنه‌ای به تظاهرات چگونه بود؟ تهدیدآمیز و یا از نارضایتی مردم درسی گرفتند؟ متاسفانه به نظر بنده خیر، درسی گرفته نشده بود، چون به جای اینکه درباره مسائل و مشکلات اساسی مملکت صحبت کنن، آقای خامنه‌ای بیشتر به روند اتهام زدن به کشورهای غربی، اسرائیل یا عربستان پرداختند و غیر ممکنه در 90 شهر کشور تظاهرات اتفاق بیفته و این تمام این از بیرون سازماندهی شده باشه. تقریبا غیر ممکنه و سوال پیش میاد اگر سازمان‌های جاسوسی خارجی یا کشورهای خارجی توانایی آن را دارند که در 90 شهر ایران تظاهرات خطرناک به راه بندازند، پس حکومت کجاست؟ پس این همه اقرار به این که ما اقتدار داریم و ما مردم ما را دوست دارن و ما نفوذ داریم و ما که کشور را داریم اداره میکنیم، این متضاد با این. امریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا به تظاهرات در ایران و برخورد مقامات با تظاهرگران واکنش نشان دادند و از مقامات ایران خواستند که به حقوق مردم احترام بگذارد. به نظر شما آیا حرف جامعه بین الملل و به خصوص اتحادیه اروپا که ایران با اتحادیه همکاری زیاد دارد بر رفتار حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی تأثیر خواهد داشت؟ وزارت امور خارجه آمریکا در این 2 روز اخیر اعلام کرده که در گفتگوهایی هست با کشورهای اروپایی که اگر حکومت ایران به روند سرکوب مردم ادامه بده، تحریم‌های جدیدی برقرار بشه ضد ایران. این موضوع تحریم‌های جدید تنها زاویه مسئله است که میتونه فشار بیاره روی حکومت ایران. تنها چیزی که حاکمان ایران میترسند اینه که تحریم‌های جدید برقرار بشه و وضع اقتصادی بدی که درست کردن در کشور بدتر بشه. میتوان پیش بینی کرد که آینده چه خواهد شد؟ سرکوب اعتراضگران شدت میگیرد و یا مقامات ایران با نظر داشت این تظاهرات بی سابقه سیاست خود را شاید اندکی تغییر میدهند؟ من فکر می‌کنم که حکومت همچنان که در سال 2009 عمل کرد ترجیح میده که معترضین و مردم خسته بشن و اگر کم کم اعتراضات کمتر بشه، ادعا کنند که این یک عده اغتشاشگر بودند، مردم نبودند، اکثریت مردم راضی هستند و بعد از اون یک چند اعلامیه بدند که ما این برنامه ها را داریم، این کمک ها را می کنیم، وانمود کنند که صدای مردم را شنیدند و به صدای مردم پاسخ مثبت دادند. این امید حکومته که این اتفاق بیفته. اگر تظاهرات ادامه پیدا می کنند یا نمی کنند، این خیلی مشکله. از حالا بگیم تا چه اندازه این تظاهرات بزرگتر میشه، گسترده تر میشه، نمیشه از حالا پیش بینی کرد و آیا این به سرنگونی حکومت می انجامه یا نه، این هم خیلی زوده و نمیتوان گفت. ولی باید در نظر بگیریم که اپوزیسیون سازماندهی شده‌ای وجود نداره. احزابی نیستند که این اعتراضات را اداره کنند، هدایت کنند، وجود نداره. این واقعا مردمیه. این هم خوبی خودش را داره و هم ضعف خودش را داره و ضعفش اینه که حکومت که تمام ارگانهای قدرت دستشه، نیروهای نظامی عظیم دستشه، بتونه در طی یک مدتی راهی پیدا کنه و از این اوضاع مشکلی که داره خودش رو بیرون بیاره. تشکر. آقای مردا، مدیری منطقوی رادیو آزادی بود با ما صحبت میکرد. تشکر. خواهش میکنم.